سلام و درود خدمت دوستای عزیز. بچه‌ها این چنل رو من تازه زدم خدمتتون عرض کنم که حالا در حال اینکه دارید ویدیو رو نگاه میکنید یه سری توضیحات هم من بدم راجبش، اینکه حالا اگه دوست داشته باشین ادامه میدیم، اگر هم دوست نداشته باشین که هیچ. حالا بیس هم فعلا کلش رویاله، بازی‌های دیگه و چیزای دیگه هم حالا اضافه میکنیم 100%. فعلا حالا ادیت های خاصی و چیزی هم نداره. گذاشتم ببینم که به چه صورت پیش میره. شما دوست دارید اصلا دوست ندارید به چه صورته. فعلا با این دک دارم میزنم. یه اکانت دیگه داشتم، متاسفانه اکانت رو الان ندارمش، به اسم پوریا بوده. الان این اکانت دستمه. حالا اگر دوست داشته باشید و استقبال بشه شاید یه اکانت دیگه بگیریم، شاید همینو درست یعنی بهتر بیاریم بالا. با این دک میزنم، با دکای دیگه هم میزنم. میتونیم حالا با دکای دیگه هم براتون بذارم دیگه. حالا یه ذرم بریم تو ویدیو. خب حاجی این موته که بچه ها الان فرستادن خیلی سم میخوره، یعنی حالا خودم هم گرفتمش، بعضی موقعی کرمی میریزم با این موته، خیلی تو مخه. بعد این الان صدا گذاری ها در حین چیز نیست، من دارم صدا میزنم روش. پرنس رو نگاه کن، میپره این و میپره اون و چیکار میکنه، ولی خدایی خیلی کارت بافیه. من ادامه اینو داشتیم تمامش میکردیم، بچه ها میومدن میگفتن که با چه دکی بزن، بعد ولی کلن داشتم با این دک میزدم. خب اینجا گودلاک هم بهش دادم، گفتم دیگه تمومه، منتها متاسفانه تموم نشد. ولی دمیج خوبی بهش دادیم. ببین الان دمیج خوبی بهش میدیم. خب در ادامه ببین اینجا گوبلین گنگا رو پایین نگه داشتم واسه برلش، مطمئن بودم میندازه، ولی خب والبری کرا چسبید دیگه، یه دونش فکر کنم چسبید. اینجا دیگه مطمئن بودم اکسیرش کمه، راشو شروع کردم دیگه. اینجا که دیگه خیلی مطمئن بودم دیگه، پرنس هم انداختم و تموم دیگه. جیجی شغل کن دیگه. آره اینجا دیگه تموم شد. آها این یه تیکه هم من حواس والکری حریف رو پرت میکنم که والبری کراشو بگیرم از این سمت با گوبلینا، که بازم یه دونش چسبید. نمیدونم چون هر کار میکنیم یه دونش میچسبه. بچه ها بازم دمتون گرم، مرسی از نگاهتون، عشق منید.